90% آدما بعد از دعوا کردن به چیزایی که میتونستن بگن و نگفتن فکر میکنن. همتون حسش کردین که وقتی وارد یه اتاق میشین یادتون میره میخواستین چی کار کنین. دلیلش اینه که رد شدن از در حافظه کوتاه مدت آدمو پاک میکنه. یه سندرومی وجود داره که در اون آدما فکر میکنن که دارن تبدیل به درخت میشن. انگشتای پای شما همیشه با هم در تماسن. شما هم میتونین اینو حسش کنین، ولی مغزتون اینو نادیده میگیره. میخوای بدونی فردا چه اتفاقی برات میفته؟ توی کامنت ها تایپ کن فردا و بذار کیبورد جمله رو تموم کنه. آخرین آدمی که قبل خواب بهش فکر میکنی دلیل غم‌ها یا شادی‌های زندگیته. فضانوردان نمیتونن توی فضا آروغ بزنن چون جاذبه وجود نداره. 2 روز از زندگی شما 24 ساعت نیست. روز تولدتون و روز مرگتون. آب دریا فقط یه دروازه است برای ورود به دنیایی که توش میتونید پرواز کنید ولی نمیتونید نفس بکشید. مغز ما روزانه 50,000 تا فکر ازش میگذره. تحقیقات ثابت کرده که با فالو کردن من هر روز باهوشتر میشی.